بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جوانان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوانان عزيز، قبل از عید ما صحبت کرده بودم درباره حرام بودن کنکورس. ما الحمدلله میگم که وقتی ما از صحبت الله رسول میکنیم، بعد که ما صحبت کردیم الحمدلله میگم که این سخنای ما تأثیر میکرده است بر همو جوانایی که امروز کنکورس کردیسیان. من با والله قسم بر اونجا بغیر از صحبت از سخن الله و رسول من یگان سخن نگفتم. من فقط از آیات قرآن و از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوشزد کردم که برای جوانان امروز که از غفلت بیدار بشوند، زیرا اینکه با والله قسم اگر فقط دوزخ برود بر من یگان وی نیست است، لیکن برای ما اون بر من برادر است، مسلمان است، اونم مسلمان تولد کرده است در دنیا که من جگرم سوخت که ما بگم که برادر این کاری که تو کرده ایستاده ای این کار حرام است. وقتی ما صحبت الله و رسول که ما که گوشتم، ما فهماندم به این برادرها که نکنن از غفلت بیدار بشون، شیطان از گردنشان دور بکنن و راه ما جوانان یگانه راه هست که راه اسلام است. راه فساد هیچگاه انسان آبرو نمیدهد. وقتی ما سبحان الله صحبت کردیم، بر ما گفته است که ما خوبم نخوندم. بر ما یک برادر روان کرد که بین این حضرت یک شخصیت شما را دشنام کرده است. وقتی در حق شخصیت ما دشنام که کرده است، من با والله قسم ذکر نشدم. وقتی گفت است که من سخنای همین ملارم نعوذ بالله یعنی که فلان کردگی هستم، در اینجا من طاقتم تاق شد. من گفتم برای جوان مرد، من وقتی که شخصیتی که انسانی که وقتی که برای خالق ما، وقتی که من سخن الله را میگم و سخن رسول را میگم، اگر وقتی دشمن بکنی من خاموش نمیستم. ای پلید، وقتی که تو میگویی که من فلان کرده هستم سخنهای تو را، من از دهان خودم سخن نکردم، من سخن کردم که خالق تو را آفرید. تو پلیدی، تو کثافت الله آفرید، چشم بینا داد، دستی گرا داد، پای روان داد، با میگوی که من فلان کردم. آیا تو به مثل فرعون شدگی هستی؟ من اکنون برای قصه فرعون و حضرت موسی را میکنم. من اولا که با والله قسم قبل از صحبت کردن 2 رکعت نماز خواندم، در حق دعا کردم، در حق همه، در حق کسی که امروز کنکور در حق دعا کردم که گفتم که ای بار پروردگار، همون جوانایی که همون برادرایی که امروز که در کنکورس در غفلت هستن، امروز که نمیدونن که همین کنکورس حرام هستن، اونها رو از غفلت بیدار بکنم، از کار حرام دست بکشن. ای جوان گوش کن، من برات قصه میکنم از سوره یونس از آیت 89 تا 92 را صحبت میکنم. بین که حاضی هم وقت داری که توبه نزد پروردگار بکنی و از الله طلب استغفار بکنی که شاید الله تعالی به همین درده که فرعون لعین گرفتار کرد تو هم گرفتار نکنه. بین وقتی که فرعون دعوای خدایی میکرد به طرف موسی گفت ای موسی، اگر تو اینقدر که خدای حق است، بیا یک مصلحت میکنیم، از مابین بحر میگذاریم، آیا با بالای آب میگذاریم، آیا خدای حقه یا خدای من حقه؟ امروز خیلی که من به طرف شما گفتم که جوانایی که کنکورس میکنید کنکورس حرام است، از خدا شرم دارید. از آیات صراحتا گفتم، با حدیثان پیغمبر براتون میگم که پیغمبر خدا میگه که من غشنا فلیس منا. هر کسی که در فکر فریب مردم است، اگر هی کنکورس کنه، هی جوانای زیبا، اگر همین کنکورس برای شما اگر منفعت نیارم، شما همین کارو نمیکنید. یعنی که از راه قمار، از راه حرام بختان پول کار میکنید، زن و فرزند رو میخرونید. آیا شما گمان نکردید که از لقمه حرام شما خورده ایستادید؟ گمان نکردی؟
با والله قسم من یگان شخصیت نیستم، من یک انسان گناهگار در نزد پروردگار، لکن وظیفه من همین است که سخن الله و رسولم برای شما رساندن که از غفلت بیدار بشوی، از الله شرم داریم. من نمیخوام که پگه در دوزخ تر الله بسوزانم، یعنی که دلسوزی برای این است. جان عزیز با والله قسم من پروا ندارم، اگر هر روز اگر 10 ماشین بکن، اگر هر هفته اگر کنکورس قمار بکن، من پروا. لکن من پگه خالق میپرسه ای بحرالدین جاهل، این قد علم دادم چرا نگفتی که همین کنکورس حرام است؟ پگه در الله وظیفه دارم، با والله قسم نباشه پروا ندارم. با یک چیز است که الحمدلله میگم که سخنان ما گناهگار تاثیر میکرده. امروز همون جوانای کنکورس کنم و برای ما جواب میدادیم. الله هدایت کنه برادر، الله هدایت کنه. بعد فرعون چی گفت؟ حضرت موسی در شب دعا کرد، بحر از مابین تشید. اول حضرت موسی گذشت با همراهی قومش، گذشت نوبت کشید، نوبت فرعون شد. فرعون با همراهی لشکرش آمد، مابین بحر آمد که الله سبحانه و تعالی بحر امر کرد که غرقش کن. فرعون تا این وقت دعوا میکرد که من خدا هستم. فرعون هم حضرت موسی را پسند نمیکرد، یعنی با همراه حضرت موسی بسیار بحثای زیاد میکرد، حتی به دعوای در آخر چی گفت؟ انا ربکم الاعلی، گفت من خدای بزرگ است، من خدای بلند است، من مثل خدای موسی هم خدا هستم، نعوذ بالله. یعنی که از جهت چی بود؟ از جهت آن بود که از جهت ثروتمندی، از جهت تمام چیز، حتی یک بار سرش در نکرده حیات عمرش. با کدام سبب؟ با همون سببی که دنیا مال دنیا خدا هم داده شد. امروز اکثرت میگه که اگر کار حرام باشد این خطر مال الله پل مال میتید الله، فقط با جواب شد از الله جواب میتیم. در حدیثی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از 4 چیز بنده پرسیده می شود. آخرین چیز همیه که و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. ای جوان مرد، در قیامت الله میپرسه که این پولی که تو یافته‌ای از کدام راه یافته‌ای و در کدام راه صرفش کرده‌ای؟ از راه کنکور یافته‌ای؟ از راه حرام یافته‌ای؟ از راه حرام با خورانده‌ای؟ از راه حرام با دعوا میکنی که من مسلمان هستم؟ فقط در نزد الله چی جواب میدی؟ چی جواب میدی؟ بعد الله مهربان امر کرد، بحر غرق کرد، فرعون غرق کرد. فرعون گفت من خدا هستم. بعد فرعون وقت الله که غرق کرد چی گفت؟ آمنت برب موسی، گفت ایمان آوردم به خدای موسی. تو هم ای جوانی کنکورس کن، حالی که سلامت هستی، خداوند که درد نداد، وقت خداوند که درد داد بنگو که من ایمان آوردم به خدا، در اون حالت دیر می شود. بعد در جوابش الله چی گفت؟ الان اکنون گفت ایمان میاری و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین. گفت که الله گفت که ای فرعون گفت تو خدا میگفتی در روی زمین فسادکار بودی. این نه فقط این دعوا، این آیت نه فقط برای حضرت موسی، برای تو برای ای کنکورس کنم دخالت داره که وقت خداوند که درد داد، وقت خداوند که یگان بلا گرفته رو کرد، پال مال دنیا عیاز خداوند گرفت، بعد نگو که ایمان آوردم به خدا، اونها دیر میشود. بعد الله در جواب چی گفت؟ ای فرعون فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. ای فرعون گفت حوازی ما الان ترا من غرق میکنم، قبل از قیامت جسدی پلیت را من در لای بحر میبرم، تو عبرت میشه برای انسان هایی که از قانون ما سرکشی میکنم. این خطاب برای دعوت ای کنکورس کن. وقتی که در حیاتت که ترا ملاها میگفتن که همین کنکورس حرام نکن، که امروز تو کنکورس حرام که میکنی ناپسندی به سخن الله میکنی، ناپسندی میکنی، حتی نعوذ بالله گفتی من فلان کردگی هستم، دشنام میکنی سخن الله رسول این کار کردی، تو از دین خارج شدگی هستی. وقتی که سخن الله را پسند نکردی، از سخن رسول دور ایستادی، ناپسندی کردی، متکبری کردی، وقتی که الله مهربان یک درد گرفته را کرد، آنگاه دیر میشود. آنگاه که در الله قشقت کرد، الله که کم بغل بام شد که کرد، از دست مال دنیا را که الله گرفت، آن وقت دیر میشود. جوان مرد، من با الله قسم جگرم برای تو مثل جوان مرد، از الله شرم دار، کلمه عرضه بکن، توبه بکن، از راهت بر بگرد، الله انشاءالله قبولت میکنه. یا عزیز خدا میگه که رفتم به سر قبر شاهنشاه یمن. بین این حاضر بخدت رفیق داره نه؟
رفیق داریم بعد کنکورس میگذرونی پل حرام که جمع کشید میری نعوذ به در رستوران و در کافه ها میشینی خرسان که پل اومد خرسان میره خوب میره. وقتی که بعد چند سال که گذشت این شعر رفیق تو برای تو میگه چی میگه؟ رفتم به سر قبر شاهنشاه یمن، رفتم به سر قبر کی رفتم؟ همون انسانی که کنکورس میکرد، مردم فریب میکرد، پلیسیا جمع میکرد. بچه گفت او دست برآورد و به من داد کفن. وقتی رفیق پیش میره در رفیق چی میتی؟ یک کفن میتی. بعد طرف رفیق چی میگی؟ گفتا که این سخاوتم عیب مکن، از مال جهان همین رسیده است به من. و والله قسم آیا از همین مال دنیا برای تو کفن میرسه یا نمیرسه؟ از همین مال دنیا آیا برای ما و شما کفن میرسه نمیرسه؟ چقدر دو چقدر تلاش میکنیم، چقدر برای دنیا من دو میکنیم. آیا فراموش کردی که فقط در نزد الله جوابداری داری؟ از جوانی جوابداری داری، از عمر جوابی داری. فقط از این عمری که در کجا عمر صرف کردی با والله قسم جواب میدی. این از خدا چی میگه؟ رفتم به سر قبر شاهنشاه یمن، او دست برآورد و به من داد کفن. گفتا که این سخاوتم عیب مکن، از مال جهان همین رسیده است به من. ای جوان مرد، آیا این مال دنیا الله برای کفن نصیب میکنه نمیکنه؟ ای الله شرم دار، ای الله بترس، رو به سوی خدا بیار. انشاءالله خداوند الله مهربان و غفور رحیم است. مرا دشنام نکن، تو مرا دشنام بکن هر قدر لیکن به سخن الله رسول دشنام نکن. زیرا که تو پیغام میمیری نزد پروردگار میری، این مال دنیا برای تو منفعت داده نمیتواند. الله چی میگه؟ یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا. الله میگه این مردم میگفته که ای محمد این وعده خدا کی است؟ بعد الله میگه فلا تغرنكم الحیات الدنیا، این مال دنیا شما را مغرور نکند. ای جوان، ای کنکورس کن، این مال دنیا را مغرور نکند. فقط با والله قسم جواب میده نزد پروردگار. ما از تحت قلب دعا میکنیم که الله ما و شما را هدایت بکنه، ما را توفیق بده، الله گناههای ما و شما را عفو بگرداند، خداوند ما را از غفلت بیدار بکنه، جمله غریبا را الله مهربان حفظ بگرداند، ما را با راه راست هدایت بگرداند، عاقبت کار ما و شما را الله بخیر بگرداند. الله پاک، ای الله پاک، یا الله او جوانایی که در غفلتن اونها را الله مهربان از غفلت بیدارشون بگردان. الله پاک ما را توفیق بده، ما را از حرام خوردن باز بدار، در رزق من برکت بده، رزق حلال الله پاک ما را نصیب روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد برحمتك ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.